با سلام و وقت شما بخیر. به این ساعت اخبار جهان از یک خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گزارش‌ها درباره کاهش ذخایر مهمات این کشور در درگیری با ایران را رد کرده و گفته است که آمریکا تسلیحات کافی در اختیار دارد. ترامپ در گفتگو با وال استریت ژورنال اعلام کرد که آمریکا بسیار بیشتر از هر کشوری دیگری در جهان مهمات دارد و میزان ذخایر تسلیحاتی این کشور بیشتر از نیاز آن است. این اظهارات پس از گزارش‌های مطرح شد که بر اساس آن مشاوران ترامپ درباره کاهش ذخایر تسلیحاتی آمریکا و محدود شدن اهداف احتمالی حمله در ایران ابراز نگرانی کرده بودند. ترامپ همزمان با توقف موقت حملات تصاویر تولید شده با هوش مصنوعی از بمباران جزیره خارک و تصرف کشتی‌های ایرانی منتشر کرده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در نشست خبری امروز درباره توقف ناگهانی حملات آمریکا گفت که تهران اجازه نخواهد داد واشنگتن زمان جنگ و صلح را تعیین کند. بقایی درباره گزارش‌های مبنی بر پاسخ ایران و آمریکا به پیشنهادهای مشترک اسلام آباد و دوحه برای آتش‌بس و سرگیری مذاکرات اظهار نظری نکرد، اما گفت که تنگه هرمز همچنان بسته است. سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنان حمله اوکراین به یک کشتی در دریای خزر را رفتار شبیه اقدامات آنارشیستی در آستانه جنگ جهانی اول خواند و آن را ماجراجویی غیرقانونی و ناموجه توصیف کرد. او تاکید کرد که این اقدام بی پاسخ نخواهد ماند. در پی توقف حملات نظامی میان آمریکا و ایران، قیمت نفت در معاملات صبح دوشنبه کاهش چشمگیری یافت. بهای نفت خام برنت، شاخص جهانی نفت، حدود 5% کاهش یافت و در معاملات ابتدایی به حدود $92 در هر بشکه رسید. همزمان با ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای از سرگیری مذاکرات بازار نفت، امیدوار است این وقفه به کاهش تنش، بازگشت امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز منجر شود. قیمت نفت در روزهای گذشته همزمان با تشدید درگیری‌ها تا نزدیکی $100 افزایش یافته بود. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین را مسئول حمله به یک کشتی تجاری ایرانی در دریای خزر دانست. حمله‌ای که به گفته او به کشته شدن خدمه این کشتی انجامیده است. عراقچی در پیام در شبکه اجتماعی ایکس این حمله را نقض آشکار منشور سازمان ملل متحد خواند و ادعا کرد که این اقدام به دستور اسرائیل و با هدف کشاندن اروپا به جنگ انجام شده است. وزیر خارجه ایران همچنان گفت که این موضوع را در تماس‌های تلفنی با کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه مطرح کرده و تاکید کرده است که اقدام فرصت طلبانه مستقر در کیف نمیتواند بی پاسخ بماند. از آغاز هفته آتش‌سوزی‌های گسترده بخش‌هایی از کشورهای شمال و غرب دریای مدیترانه را در بر گرفته است. مناطق جنگلی و مراتع در ایتالیا، فرانسه و اسپانیا همزمان با موج گرمای شدید و خشکسالی همچنان درگیر شعله‌های آتش هستند. در غرب فرانسه پس از تخلیه بیش از 300,000 نفر، آتش‌سوزی شامگاه یکشنبه به نزدیکی شهر بوردو رسید. بیننده این گزارش هم باشید. همزمان با افزایش تنش‌ها میان آمریکا و ایران به نظر می‌رسد واشنگتن به جای گسترش جنگ نظامی مسیر ادامه دیپلماسی را در پیش گرفته است. بر اساس گزارش وال استریت ژورنال، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا طرح حملات گسترده نظامی علیه ایران را به طور موقت به تعویق انداخته است. طبق این گزارش، ارتش آمریکا برای عملیات نظامی دوامدار به مدت 10 تا 14 روز آمادگی گرفته بود، اما کاخ سفید تصمیم به توقف عملیات گرفت تا به تلاش‌های دیپلماتیک به ویژه مذاکرات درباره بازگشایی تنگه هرمز فرصت ادامه داده شود. در همین حال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته است که جنگ زمان پایان خواهد یافت که ایران یا برنامه هسته‌ای خود را متوقف کند یا آنقدر تضعیف شود که دیگر تهدیدی برای امنیت منطقه محسوب نشود. او از تلاش‌های دیپلماتیک آمریکا استقبال کرده، اما تاکید کرده است که برنامه هسته‌ای ایران باید به طور کامل پایان یابد. For Iran to understand, either for this regime to fall or for Iran to realize that the cost of جنگ زمان پایان خواهد یافت که یا رژیم ایران سقوط کند یا ایران بهای تمام اقدامهای خود را در منطقه را بپردازد. ایران به همه همسایگانش شلیک میکند. ببینید بدون سلاح هسته‌ای چی میکند. تصور کنید اگر به چنین سلاح دست پیدا کند چی خواهد کرد. از سوی دیگر، علی نیکزاد نایب رئیس مجلس ایران هشدار داده است که هر گونه حمله به خاک ایران بدون پاسخ نخواهد ماند و هر مکانی که از آن علیه ایران حمله صورت گیرد هدف مشروع نیروهای مسلح ایران خواهد بود. او همچنان به کشورهای اروپایی به ویژه بریتانیا، بلغاریا و اوکراین هشدار داده است که از دخالت در سیاست‌های آمریکا خودداری کرده و خود را درگیر تنش‌های منطقه نکنند. هر گونه کارشکنی توسط دولت‌های اروپایی را تحمل کرده ایم. به این دولت‌ها و به ویژه دولت جدید انگلستان و به پارلمان و دولت بلغارستان
و به دولت اوکراین هشدار می‌دهیم که خود را بازیچه دست امریکا نکنند و از ورود به ماجراجویی‌هایی که مربوط به آنها نیست خودداری کنند. جمهوری اسلامی ایران این حق قانونی خود را در دفاع از تمامیت ارضی خود همیشه به کار خواهد گرفت و هر نقطه‌ای که مبدأ تجاوز به کشورمان باشد قطعاً هدف مشروع نیروهای مسلح ما خواهد بود و اقدام نابخردانه دولت اوکراین بی جواب نخواهد ماند. از سوی هم ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران گفته است آمریکا، اسرائیل و اوکراین باید بدانند که ایران در برابر هر اقدام پاسخ مناسب خواهد داد. سعی اون بر این است که با سرعت بالا در عین حال با کیفیت و با اقدام و یک نگاه جامع همراه با دقت انشاءالله قانونی تصویب کنیم که همه این خواسته های به حق رو تأمین کنه، بتونه انشاءالله دست نیروهای مسلح ما رو بیشتر از این پر کنه. بایستی مجددا روی این واقعیت تاکید کنیم که نظامات حاکم بر تنگه هرمز به شرایط قبل از جنگ باز نخواهد گشت. به رئیس جمهور متوهم امریکا توصیه می‌کنیم این پنبه را از گوش خود بیرون کند و تا قبل از اینکه شکستی سنگین‌تر از شکست قبلی را تجربه کند منطقه‌ای که هزاران سال است محل زندگی ما و نیاکان ماست را ترک کند. این اظهارات پس از آن مطرح می شود که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرده نیروهای اوکراینی یک کشتی مرتبط با انتقالات تجهیزات نظامی ایران را در دریای خزر هدف قرار دادند، در حالی که تلاش‌های دیپلماتیک میان آمریکا، ایران و دیگر کشورهای منطقه ادامه دارد. افزایش تهدیدهای نظامی و هشدارهای متقابل نگرانی‌ها درباره وضعیت امنیتی منطقه و آینده تنگه هرمز را افزایش داده است. سپاس از توجهتان به اخبار این ساعت. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.